می‌دانست وقتی زمان آن فرا رسد ممکن است دوستان قورباغه‌ایش از ترک آسایش برکه به قصد دیدن عالم امکان هراس داشته باشند. نمی‌توانست به آنها خورده بگیرد. با این حال آیا اینکه کسی خودش را از امکان محروم کند مایه تأسف نیست؟ دایکان مکث بلندی کرد و سپس گفت هر یک از ما خالق رویاهای خودش است و برای خودش تصمیم می‌گیرد همان کاری را بکنید که به آن ایمان دارید. لبخندی بر لبان کیکو نشست، اما نتوانست جلوی اشک‌های ناگهانی خود را بگیرد. آنجا کشته خواهی شد، خودت می‌دانی؟ شاید. خواهش می‌کنم نرو. تصمیم دایکان عوض شدنی نبود. کیکو که این را فهمیده بود دست خود را دراز کرد و گردنبندی را که از تکریشه درخت تاک با آویزی از سنگ برکه ساخته بود به او داد. برای آنکه به یاد ما باشی. دایکان گردنبند را به